در سال 1791 جنگی بزرگ در دل خاک‌های آمریکا رخ می‌دهد. جنگی که نه تنها سرنوشت یک سرزمین بلکه آینده ملت جدیدی که تازه به دنیا آمده بود را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این جنگ در قلمرو شمال غربی ایالات متحده میان ارتش جوان آمریکا و قبایل بومی سرزمین‌های این منطقه آغاز می‌شود. ژنرال آرتور سنت کلر، فرمانده ارتش ایالات متحده، مردی با تجربه اما درگیر چالش‌هایی که خود نمی‌تواند آنها را پیش بینی کند است. مردمان بومی جنگجویان قبایل مایامی، شاوینی که زمین‌هایشان تحت تهدید هستند و آمادند تا از هر چیزی که دارند دفاع کنند، و مهاجرانی که برای شروع زندگی جدید به غرب حرکت کردند اما نمی‌دانند که این سرزمین تا چه حد برایشان خطرناک خواهد بود. این روزها سرزمین‌های شمال غربی ایالات متحده به عرصه‌ای برای جنگ تبدیل شده است. کشاورزان و مهاجران که به این منطقه می‌آیند قصد دارند سرزمین‌هایی را که هنوز متعلق به قبایل بومی است برای خود به دست آورند. اما در پس این حرکت تنش‌هایی پنهان است. قبایل بومی که هزاران سال در این سرزمین زندگی کردند به شدت مخالف این تغییرات هستند و برای حفظ خاک خود آماده‌اند. آرتور سنت کلر، فرمانده ارتش ایالات متحده که مأمور شده است تا بر این منطقه تسلط یابد، با جمع‌آوری نیروها و به همراه سربازان و میلیشیاها تصمیم می‌گیرد به منطقه‌ای به نام واباش حمله کند. او فکر می‌کند که نبرد با قبایل بومی کاری آسان خواهد بود، اما او به ارتش آمریکا اعتماد دارد و فکر می‌کند که نیروی نظامی ایالات متحده قدرت کافی برای شکست دشمن را دارد. اما آنچه او نمی‌داند این است که جنگجویان بومی به خوبی با سرزمین خود آشنا هستند. آنها از هر درخت، هر جویبار و هر پیچ و خم این زمین‌ها آگاهند، در حالی که کلر به نیروهایش دستور حرکت می‌دهد. قبایل بومی در حال آماده سازی برای یک تله بزرگ هستند. در مسیر ارتش سنت کلر با مقاومت شدیدی روبرو می‌شود. سربازان آمریکایی به سختی از روستاهای بومی عبور می‌کنند، اما زمانی که وارد دل جنگ می‌شوند، تله‌ها یکی یکی در انتظار آنهاست. جنگجویان بومی با سرعت و هوشمندی ارتش آمریکا را محاصره کرده و درگیری به یک جنگ وحشیانه تبدیل می‌شود. در نبرد واباش تعداد زیادی از سربازان آمریکایی کشته می‌شوند. افراد زخمی نمی‌توانند فرار کنند و در دست قبایل بومی اسیر می‌شوند. یکی از وحشتناکترین بخش‌های این نبرد مشاهده اجساد سربازان آمریکایی است که در کنار هم به شکلی وحشتناک باقی ماندند. بسیاری از این سربازان پس از مرگشان پوست کنده شدند. این صحنه نشان می‌دهد که جنگ فقط یک میدان نبرد نیست، بلکه میدان انتقام، خون و عذاب است. پس از یک روز طولانی از نبرد، ژنرال سنت کلر با نیروهایش به عقب برمیگردد. اما او شکست خورده است. این جنگ که در تاریخ به نام شکست سنت کلر شناخته می شود، یک ضربه سنگین به ایالات متحده وارد می کند. ارتش ایالات متحده نه تنها نتوانسته به هدف خود برسد، بلکه شکست در این نبرد اعتبار ارتش را به شدت آسیب می زند. این نبرد بیشتر از یک درگیری نظامی ساده بود. این نشان داد که قبایل بومی نه تنها در برابر گسترش ایالات متحده مقاومت می‌کنند، بلکه برای دفاع از سرزمین خود تا آخرین قطره خون خواهند جنگید. از سوی دیگر این شکست درس بزرگی به آمریکایی‌ها می‌دهد. در جنگ‌ها همیشه باید از حریفان خود بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید بیاموزید.